فعلا شما نگاه بکنید، همیه رو زدن میدونستن که ما کاری نمیکنیم. سید حسن نصرالله رو زدن میدونستن ما کاری نمیکنیم. الان چرا این آقای گروسی دهنش یه متره؟ به خاطر اینکه میدونه مجلس قانون تصویب کرده، ولی در ادامه مسیر با یه سری مصلحت اندیشی‌های غیر قانونی میرن بازرسی میکنن میان و الا باید تو دهن این آقای گروسی زد. چرا وضعیت ما رسیده به اینجا واقعا؟ خیلی رک و راست و پوسکنده من میگم دندون ما رو شوردن. یک، جمهوری اسلامی باید غیر قابل پیش بینی باشه برای اونها، غیر قابل پیش بینی. خروج از امپیتی کمترین کاریه که در برابر این جسارت اینا ما باید انجام بدیم. در طول انقلاب 45 هر موقع غیر قابل پیش بینی بودیم جلو رفتیم. کسانی که اسنپ‌بک رو گذاشتن اینجا، کسانی که اون روز بهشون تذکر داده شده، آقای صالحی میگه روسیه به ما گفت که آقا شما اینو دارید میذارید اینجوریه، ولی آقا این گوش نکردن. حرف فرانچسکو رو گوش کردن، ملت رو مسخره کردن. بعدش میاد میشینه اون حرفای آقای ظریف هم اینو به شما بگم، فقط برای طراحی آمریکا بود.